رفقا چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید و خفنه دیگه. رفقا توی این ویدیو آموزشی اومدم بهتون بگم که چه جوری FPS خودمون رو بالا ببریم و دیگه توی ماینکرافت جاوا لگ نشیم. یه ستینگی براتون چیدم که واقعا به درتون میخوره و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو ببرید. و آره رفقا، لایک ویدیو فراموشتون نشه. دمتون گرم. یه کامنت هم برام بذارید و حتما هم چنل رو ساب کنید، زنگوله رو حتما بزنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده که اولین نفری باشید که میاد ویدیو رو میبینید. حرفی نرم بدون معطلی بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا، توی این ویدیو اومدیم ببینیم که آقا چجوری FPS اون رو بالا ببریم و لگ نشیم. الان یکم من لگ رو احساس میکنم و شما احساس میکنید یکم من لگم و FPS هم میبینید 20 تا 30 تا 30-40 میبینید دیگه. خب آقا میریم توی ستینگ، میریم توی آپشن، میریم توی ویدیو ستینگ. چانکو آقا مثلا میارید، حالا این بستگی هم به سیستم دارم و خودتون. چانکو میارید، هر دوستش رو 10 میخوایم بذارین و گرافیک رو حتما فست بذارید چون خیلی هم FPS رو میبره بالا، هم دیگه لگ نمیشه. این تنظیمات هم میخواید ببینید بذارید مثلا مکس فریم ریت رو بذارید تا آخر، اینکه FPS ربطی نداره. میگه نمیدونم داینامیک اف او وی بذارید آن دیگه. این ستینگ اگه دوست داشتید میتونید بچینید که خیلی ستینگ خوبیه و واقعا بهتون کمک میکنه. بریم توی کوالیتی، میپ مپ لولز، اینم بذارید ماکسیموم. اینم حتما چیز کنید بذارید این تنظیماتو شم ببینید بذارید چون واقعا به دردتون میخوره، هم FPS تون میره بالا هم دیگه لگ نمیشید. و دیگه میپ مپ تایپ نمیدونم اینو بذارید نمیدونم چیه، اینم آف کنید. اینم آف کنید. تنظیمات قشنگ ببینید دیگه، قشنگ ببینید هر کدوم دلتون خواست بذارید و مطمئنم این ویدیو به دردتون میخوره و حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. آقا آره، این توی دیتیلز، این چیزا رو هم توی دیتیلز بذارید این ستینگ رو. این ستینگ هم خیلی خوبه و آره رفقا. خب الان آقا این ستینگ که چیدیم، حالا بریم FPS مون رو نگاه کنیم. FPS رو میبینید که 72 71 55 قشنگ من تا 200 هم گرفتم. الان OBS هم روشنه داره رکورد میکنه، از FPS خیلی کم میکنه، یکم FPS دراب میشه گفت. آره خودت هم میدونی OBS روشن باشه در رکورد چیز میشه، FPS کم میشه. و آره میبینید تا 100 من گرفتم الان، ولی الان که نه، قبل اینکه ویدیو رو رکورد کنم تا 100 گرفتم دیگه. آره دیگه رفقا، دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه دوست دارید دوباره از این ویدیو آموزشی براتون بذارم حتما تو کامنت ها بهم بگید. و میبینید دیگه اصلا لگم نیستم، الان میبینید مثلا 92 93. آره حتما هم تو کامنت ها بهم بگید اگه دوباره از اینجور ویدیو میخواین، چون ویدیو آموزشی واقعا بهتون کمکتون میکنه و آره دارم لوکنت میگیرم. و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید عشقان من، دمتون گرم، حرفی ندارم دیگه. آره لایک یادتون نره. تا ویدیو بعدی از چنل من. خدا نگهدار رفقا، خدافظ.